سلام رفیق، حالت چطوره؟ من علیم و اینجا هم ریاکسونه. بدون معطلی بریم سراغ سری جدید ویدیوی پیج ریاکسون. برو بریم. اوایل شهریور امسال بود که یه خبری تو فضای مجازی و پیج های اینستاگرامی استان مازندران پخش شد که نگرانی های زیادی رو برای مازندرانی ها ایجاد کرد. شاید اولش هر کسی که توی اینستا این خبر رو میدید توی اکسپلور یه ترسی وجودش رو برمی‌داشت، ولی بعد از باز کردن پست و خوندن کپشنش کلی میخندید و حتی قهقه هم میزد. پیرزن قاتل سریالی کلثوم اکبری 56 ساله، همونطور که عکسش رو میبینید، بعد از شکایت خانواده یک پیرمرد 82 ساله محمود آبادی توسط پلیس به خاطر مرگ مشکوک پدرشون بازداشت میشه. تو ساعات اولیه بازجویی کلثوم اکبری به قتل 7 پیرمرد اعتراف میکنه. کلثوم توی اعترافاتش میگه که بعد از گذشتن 1 یا 2 ماه از زندگی مشترک با افزایش دوز مصرفی داروهای پیرمردا مثل قرص قند، تو اعترافات خودش از این قرص نام برده، حالا گفته قرص قند، معلوم نیست چه قرصی، گفته زیاد بهشون قرص میدادم، بعد که بیحال میشدن با حوله خفشون میکرد. هدف این پیرزن از این قتل ها گرفتن پول و مهریه اعلام شده. اون توی اعترافاتش گفته که جنون بهم دست میداد و اگر دستگیر نمی شدم هم به این کار ادامه میدادم و پیرمردهای بیشتری رو میکشتم. تو ادامه تحقیقات و بازجویی ها بعد از گذشتن 12 روز کلثوم اکبری به قتل 4 نفر دیگه هم اعتراف میکنه و تعداد مقتولین این پیرزن به 11 نفر افزایش پیدا میکنه. 11 نفر و اون تبدیل به دومین زن قاتل سریالی ایران میشه. شاید تو نگاه اول بگیم که چرا مثلا یه پیرزن این کارو میکنه، ولی با توجه به اعترافاتی که اون انجام داده و سال شروع این قتل ها، طبق گفته خودش اولین قتل کلثوم تو سال 80 اتفاق افتاده، زمانی که اون 33 ساله بوده. یعنی یه خانم جوان شروع به این کار کرده. حالا تو شایعات هم گفتن که یه دختری داره با همه این پولایی که از مقتولین به طبق گفته خودش 200 میلیون، 75 میلیون، 14 سکه و مبالغ دیگر رو به دخترش میداده و احتمالاً دخترش هم از این قضیه بیخبر بوده. کلثوم اکبری گفته 13 بار ازدواج کرده و حتی یکی از شوهرهاش این قضیه رو فهمیده، ولی به خاطر گرفتن مهریه، یعنی به خاطر اینکه مهریه نده بهش، فقط اونو طلاق داده و ازش شکایت نکرده. شاید اگه اون شکایت میکرد تعداد مقتولین کمتر میشدن متاسفانه. خب همونطور که دیدیم و شنیدیم، یه زن با اون رویات لطیفش میتونه یه همچین جنایات بزرگی رو انجام بده و 11 نفر رو راهی اون دنیا کنه و اندکی هم پشیمون نباشه و بگه که اگر دستگیر نمی شدم بازم به این کار ادامه میدادم. ممنونم که وقت گذاشتین. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین. از این به بعد این سبک ویدیوها توی این پیج قرار داده میشه و امیدوارم که لذت ببرین. ممنونم که وقت گذاشتین. خدا نگهدار.